فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جناب استاد، لباس سیاه، آقای شعیب سارانی از هیرمند افغانستان پرسیدن که لباس سیاه برای مرد خوب است که بپوشد یا نه؟ لباس یعنی هیچ گونه ممنوعیتی در نوع لباس و رنگ لباس وجود ندارد، مگر اینکه یک حکم کلی رو رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایت اومده و در فقها اینو تدوین کردند که انسان لباس شهرتی رو نپوشد، به عنوان اینکه یک لباسی باشد که متمایز از تمام دیگر مردم باشد و مردم اونو با این لباس بشناسند. این یک نوع لباس شهرت است که مردم رو انگشت نمایی میکنه در میان جامعه. اما به صورت کلی در جامعه‌ای که رسم هست، مثلا مردم پوشیدن لباس سیاه را یا هر رنگ دیگر را عیب نمیدونند و انسان با این پوشیدن لباس انگشت نما نمیشه، مورد اشاره مردم قرار نمیگیره، هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود نداره. اما لباسی که در شریعت اسلام بر اون تاکید شده این است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند بهترین لباسی که شما میپوشونید لباس سفید هست، این رو بپوشید و کفنوا فیها موتاکم، و مردگان خودتون رو در این لباس هم شما در واقع کفن بکنید. بهترین لباس مسلمان لباس سفید است. اما رنگ‌های دیگری که منجر به این نمی شود که مردم بر انسان بخندند و مضحکه مردم بشود یا یک نوع لباس شهرتی باشه، از نظر شرعی بدون این دو تا شرط، یعنی در صورتی که چنین نباشد، هیچ اشکالی نداره و پوشیدن هر رنگی که باشه جایز.